روزهای آخر دبیرستان تو داری برای رفتن به دانشگاه آماده میشی. فکر میکنی قرار خوش بگذره و آینده‌تو بسازی، ولی اگه این 5 تا کار انجام ندی به فنا میری. تهش میبینی داری آرزو میکنی کاش برگردی به روزهای خوش دبیرستان با هم کلاسیای سکسیبیلت. پس اگه نمیخوای به این سرنوشت شوم دچار بشی، برو شاشتو بکن که بعدش با تمرکز بشینی پای این ویدیو. اول خودتو بشناس، بعد رشته‌تو. قبل از هر چیزی خودتو بشناس، ببین چی میخوای، تواناییات چیه. نگو پسر دایی شوهر خالم 10 سال پیش گفت دکتر بشی پولدار میشی و نون تو روغنه. اینطوری بدبخت میشی. اگه نمیتونی خودت تنهایی انجامش بدی، از یه روانشناس کمک بگیر. انقدر گندگوزی نکن. نگو من از پس هر کار و رشته‌ای برمیام. هر کار یا رشته مناسب تو نیست. اینقدر مطمئن نباش. بحث یه روز و 2 روز که نیست. داری درباره آینده تصمیم میگیری. پول تا یه جای جوابه. بعدش خسته میشی، افسرده میشی، معتاد میشی و میافتی تو جو. ببین پشت صحنه چه خبره. برو کارهای روزانه اون رشته و کاری که باهاش گیر میاری رو نگاه کن، نه تصویر رمانتیک از اون رشته رو. نگو میرم دکتر میشم، رو پوش سفید میپوشم و پولدار میشم. برو واحدها رو نگاه کن یا از دانشجوهای اون رشته پرسجو کن. به خاطر یه سراب نری رشته سخت رو انتخاب کنی بعدش بگی همه گولم زدن. یا مثلا نگو پول تو انسانی نیست، باید حتما برم مهندسی. اگه استعداد توی انسانی باشه میتونی موفق بشی، ولی اگه بری مهندسی چی؟ یا میرینی یا تهش میشی مهندس بیکار. پول توی رشته نیست بلکه توی مغزه. اگه اینقدر اسکلی که فکر میکنی با فلان رشته دیگه تمومه، پس از همین الان به فکر خرید وازلین باش. علاقه خوبه ولی همه چیز نیست. بازار کار رو بررسی کن، ببین این رشته‌ای که میخوای بعد دانشگاه براش کار هست یا نه. درسته گفتن علاقه مهمه، ولی باید شرایط تو واقع گرایانه نگاه کنی اگه نمیخوای پشیمون بشی. احمق نشی بگی باید برم دنبال علاقه‌ام. علاقه نون آب نمیشه برات. الان بابات خرجتو میده میگی علاقه، پس فردا که 2000 تو جیبت نبود میافتی به قارقار کردن. علاقه که کار و درآمد توش نباشه اسمش میشه سرگرمی. باید تو وقت آزاد ادامش بدی. یکم واقع بین باش. دنبال شغل‌های رمانتیک و خفن نباش. همه میخوان مدل بشن، ولی اگه قیافت مثل براد پیت نیست نباید زور بی خود بزنی. کار هرچی کثیف‌تر درآمد و ثباتش بیشتر. راستی من آقای عصبی هستم و قراره ترفندهای تاریکی که کسی راجع بهشون حرفی نمیزنه رو بهت بگم. قبیله خودت رو پیدا کن. از روز اول دانشگاه بیفت دنبال رفیق بازی. میدونم فکر می‌کنی احمقانه است، ولی باور کن درسته. اگه توی یه محیط جدید و خطرناک مثل دانشگاه یه قبیله از آدمایی مثل خودت پیدا نکنی، تنها میشی، بعد گرگا میخورنت. رفیق بازی واجبه ولی با فکر. بالاخره باید یکی باشه وقتی نیستی اسمتو توی برگه حضور غیاب بنویسه یا نه. البته دنبال هر خری نرو. تنهایی بهتر از رفیق لاشیه، ولی اولویتت باید رفیقای خفن و مثل خودت باشه. اگه موقعیتش پیش اومد هم هیچ اشکالی نداره وارد رابطه بشی. اینا تو اوته سال بالاییاست که میگن ترم اول رل نزن تا خودشون خوبا رو ببرن. نهایتش رابطه شکست میخوره و میفهمی این چیزا برات زود بوده. شب امتحانی نباش. درست رو از همون روز اول بخون. اگه روزی فقط نیم ساعت بخونی هم میتونی اشغالتو بکنی، هم با نمره خوب پاس بشی. ولی اگه بذاریش برای شب امتحان شاید پاس بشی، ولی نه با نمره خوب. همه چیزم روز بعد امتحان یادت میره. دیگه اگه روزی نیم ساعت نمیتونی تمرکز کنی اوضاعت خرابه. خودتو به تیمارستان معرفی کن. یه خر اگه روزی 10 کیلو بار ببره آخر ترم بیشتر از 1 تن بار جابجا کرده. حالا اگه شب امتحان 1 تن بار بذاریم روش چی میشه؟ از این خر یاد بگیر. اینجا دیگه مثل مدرسه نیست، کتاب نازک بهت بدن با 9 ماه وقت. باید تو استایل مطالعه تجدید نظر کنی. سعی کن جلو بشینی، با استاد هم بحث بیخود درباره فوتبال و سیاست نکن. فقط تمرکز رو درست باشه. تو اینجای برای درس، نه اصلاح جامعه. گاندی که نیستی.